ایران 150 سال پیش آفتاب از پنجره‌های رنگی کاخ گلستان میتابه. صدای سماور از حیاط میاد و زنی جلوی آینه برنزی نشسته. با دقت خط نازک بالای لبش میکشه. نه برای خنده، برای زیبایی. چون اون موقع سیبیل نشونه وقار بود و چاقی نماد ثروت. و ابروی پیوسته نماد اصالت ایرانی. یه دنیای پر از تضاد با مد امروز. توی نقاشی‌ها و عکسای اون دوران زنا همشون چاق و مطمئنن. ابروهاشون پهنه ولی چهره‌هاشون پر از آرامشه. انگار هیچ تردیدی ندارن که همینی که هستن بی‌نقص و زیباست. ولی پشت این چهره‌ها یه راز فرهنگی خوابیده. چرا چاقی مد بود؟ چرا سیبیل نشانه نجابت بود؟ امروز در این ویدیو می‌خوایم بریم سراغ دنیای قاجار. جایی که زیبایی فقط ظاهر نبود، یه رمز بود. در اون زمان ایران چاقی نشانه قدرت و ثروت بوده. اگر توی اون دوران زندگی میکردی لاغری اصلا تعریف قشنگی نبود. چاقی یعنی تو از طبقه بالایی، غذای خوب میخوری، خدمتکار داری و زندگیت امنه. تو جامعه‌ای که بیشتر مردم با قحطی و فقر دست و پنجه نرم میکردن، بدن پر و گوشتالو مثل یه تابلوی زنده از ناز و نعمت بود. ناصرالدین شاه تو خاطراتش از زنی نوشته که فربه و دلنشین بود، چون نشانه های نعمت رو درش میدید. یعنی چاقی یه جور ثروت پوشیدنی بود. برای زنها چاقی یعنی امنیت، یعنی من از گرسنگی در امانم. و جالبه بدونی تو ذهن مردم اون زمان بدن پر با مادری و زایش هم ارتباط پیدا میکرد. زنی که چاقتر بود کامل به نظر میرسید. زن زندگی، نه صرفا زیبایی. یعنی همون چیزی که ما امروز بهش اضافه وزن میگیم اون زمان یه جور مدال افتخار بود. حالا بریم سراغ اون چیزی که همیشه کنجکاو کننده ترین قسمت ماجراست. سیبیل. چرا زنای قاجاری سیبیل داشتن؟ چون اون زمان پاک کردن کامل صورت و بدن از مو نشانه بی‌وقاری بود. زنی که بیش از حد آرایش میکرد و به خودش میرسید سبک مغز حساب میشد. ولی زنی که سیبیل نازک و مرتب داشت یعنی وقار، نجابت و اصالت هم داشت. در واقع سیبیل فرق بین زن با اصالت و اغواگر بود. یه جور امضای اخلاقی. ناصرالدین شاه خودش عاشق همین سبک بود. اگر عکس‌های حرمسراش رو ببینید تقریبا همشون سیبیل مشکی دارن، چون اون ویژگی اون زمان تبدیل شده بود به مد سلطنتی. سیبیل یه پیام پنهون داشت. من به کسی چیزی نشون نمیدم چون نیازی ندارم. یه جور سکوت مغرورانه زن ایرانی. امروزه شاید بهش بخندیم ولی اون زمان سیبیل یه جور احترام برای خانوما محسوب میشد. اونم احترام توأم با قدرت. حرمسرا اون زمان مرکز مد به حساب می اومد. یعنی فقط محل زندگی زنان دربار و قجری نبود، بلکه خودش یه مرکز مد و زیبایی بود. هر زنی اونجا تلاش میکرد که خاص‌تر باشه. یکی با طرح حنا، یکی با سیبیل بیشتر، یکی چاق‌تر و بهتر، یکی با بوی گلاب، یکی هم با لباسهای پرچین و گلدوزی شده. ناصرالدین شاه خودش اولین عکاس مد ایران بود. با دوربینش از زنای داخل حرمسرا عکس میگرفت و اون عکس‌ها هنوزم هستن و ما میتونیم ببینیم. اگه دقت کنید چیزی که واضحه اینه که هیچ کدومشون لاغر نیستن، همشون چاقن و بدون استثنا سیبیل دارن. چون اون زمان سلیقه شاه مد کشور بود. هر چی که اون میپسندید چند ماه بعد تو بازار تکرار میشد. از طرح لباس گرفته تا حنا تا سیبیل. من فکر کنم اگه ناصرالدین شاه این زمان بود شاید میگفتن همجنسگراست. در کل زیبایی از کاخ به کوچه منتقل میشد، یعنی از حرم به جامعه. ولی از اونجایی که هیچ مدی موندگار نیست، وقتی ناصرالدین شاه به اروپا سفر کرد با دیدن زنان باریک و بور فرنگی نظرش عوض شد. کم کم دختران اشرافی لباسهای اروپایی پوشیدن، از سفیداب که برای روشن کردن پوست صورت استفاده میشد بیشتر استفاده کردن، ابروهاشون رو از حالت پیوسته در آوردن و زیبایی سنتی قاجاری جاشو به زنان مدرن مشروطه داد. در کل شاید الان ما به اون عکس‌ها بخندیم و برامون عجیب باشه، ولی اگر اون زمان زندگی میکردیم شاید با دیدن عکسای عزت السلطنه دلمون میخواست که خودمون رو اون شکلی
شکلی درست کنی. به هر حال هر دوره آینه خودش رو داره و در آینه قاجار زن نشانه قدرت و البته سلیقه شاه بود. این بود داستان زیبایی در دوران قاجار و علت اینکه چرا سیبیل و ابروهای پیوسته اون زمان مد بود. از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی ازت ممنونم. حتما کانال من رو سابسکرایب کن تا داستان‌های جالب بعدی من رو هم ببینی.